لنگیل عزیز اگم نشستین منتظر باخت استقلال بینین بیا دیگ خودتون چادر ملو نزینه فکر کنین استقلال هم امروزی واضح. دو لنگیل عزیز شما حرف از آبرو نزنین. 6-2 تون با الهلال با 4-0 تون با الهلال یادتون رفته؟ لا یاسر لا 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 لا. شما تا زمانی که حسین اتوبوس با خالص پرمن تیمتونه حرف از آبرو نزنین. استقلال آبروی فوتبال ایرانه و راجع به تیم خودمون میگم آقای ساپینتو فکری به حال دفاع بکن. با این دفاع ما نیتریم قهرمانیم آقای ساپینتو. با این دفاع با مشکل بریخریم. فکری با حال دفاع بکن. پشت این تیم هستیم تا چشتون درایه.